سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه مقداری پیام ها رو دیر دارم جواب میدم، همینجا ازتون عذرخواهی میکنم. توی دنیا به یک انرژی برتری باور دارم که همیشه داره ازم محافظت میکنه و بخشی از این انرژی رو توی وجود خودم احساسش میکنم. دو تا چیز عزیزم، یه دونه ایمان و باوری بوده که همیشه تونستم تو زندگیم حفظش کنم و دوم خواهرم که همیشه با صحبتاش باعث شده که آروم باشم و همیشه حامی بوده. من همه سبک موزیکی گوش میکنم، اینجوری نیستم که دنبال سبک خاصی باشم، ولی مود الانم مثلا بیشتر رپ آمریکاست، مثل کانیه وست، آفست، لیل بیبی. اینا چیزایی که الان خیلی. یه چیز خیلی جالب راجع به این سوال اینه که من دوستایی دارم که حداقل 10-12 سال باهاشون دوستم و بارها این قضیه رو براشون توضیح دادم و هنوز به من میگن آخر من متوجه نشدیم تو شغلت چی بود. یه 7-8 ماهی میشه که یه استارتاپی رو با دوستانم شروع کردم که فکر میکنم این بودجه رو اونجا تزریق میکردم. آره عزیزم، من کار بوتاکس انجام دادم. یه مقداری پیام‌ها رو دارم دیر جواب میدم چون داشتم با خانم دکتر هماهنگ می‌شدم. من به شدت آدم ریزبین و جزئی نگری هستم و عدم هماهنگی ممکنه خیلی اذیتم بکنه، ولی با خیال راحت میتونم خودم رو دست خانم دکتر بسپرم و هیچ نگرانی نداشته باشم. پیجشون این پایین براتون میذارم. عزیزم، شما به شدت خانم محترم و حرفه‌ای هستی و همکاری با شما برای من باعث افتخاره. انشالله که تو دولت 14 اوضاع اقتصادی کشور بهتر بشه که کارفرماها بتونن این کارو برامون انجام بدن. یه باکس میذارم کسی که منو میشناسی شما جواب بدین. ببین یه تایمایی هستش که خانواده دور هم دیگه جمع میشن، قراره بشینیم با هم دیگه بازی کنیم، بگیم، بخندیم، شام بخوریم. اینا رو خیلی دوست دارم.